پس از 3 سال ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی، حکومت تاجیکستان اعضای این حزب را به شرط دست کشیدن از عضویت و پشیمانی از آن به کشور فرا می‌خواند. مقامات انتظامی تاجیکستان اعلان کردند که نزدیک به 100 نفر از اعضایان سابق این حزب ممنوع و گروه 24 را از خارج بازگرداندند. همکارم عبدالله شورف با این موضوع به اطلاع سر و کار دارد و رو می‌آوریم به او. عبدالله سلام و نخست بگو بازگشت ها با تلاش مقامات بود و یا اختیاری؟ سلام شهلا، هم اینو هم آن. مقامات میگویند با راه گذراندن صحبت ها با والدان و خود اعضایان فراری این حزب ممنوع آنها را برای بازگشت مائل کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان اخیراً نوار 10 نفر از اعضای سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی ساکنان ناحیه اشت را نشر کرد که همگی از خوف حبس شدن در روسیه پناه می بردند. در نوار این افراد از گمراه شدن خود شهادت داده می گفتند با دعوت مقامات به زادگاهشان به زندگی آسایشته برگشتند. به همین منوال چند از اعضایان گروه 24 هم به تاجیکستان برگشتند. طی 2 ماه اخیر 7 نفر از خارج شدن از این گروهی در تاجیکستان ممنوع خبر دادند. 1 نفر از این گروه از منتقدان حکومت بود. پس از بازگشت به منقد مخالفین تبدیل یافت و در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی یوتیوب همکنون دهها نوار را از خانواده‌های مخالفین در تاجیکستان نشر می‌کند. در این نوارها پیوندان و نزدیکان فراریان دعوت می‌کنند که به وطن برگردند، دولت آنها را عفو می‌کند. یعنی عبدالله تنها دعوت مقامات کفایه بود که آنها متقاعد شوند؟ دعوت مقامات تنها انگیزه نیست که منتقدان به کشور باز میگردند. مشکلات مسافرت از جمله ندانستن زبان، مشکلی پیدا کردن جای کار و مقام در کشورهای خارجه فراریان را به تنگ می‌آورد و آنها تصمیم میگیرند به وطن برگردند. اما شارحان سیاسی میگویند بازپس گرداندن شماری از مخالفین سابق یک معرکه تبلیغاتی است که حکومت برای کم کردن مخالفان به راه انداخته است. این یک اصول ترغیباتی است و سیاست حکومت تاجیکستان هیچ تغییر نیافته است. مناسبت حکومت با مخالفین هنوز هم دور از معیارهای بشردوستی باقی میماند تا زمانی که حکم زندانی اعضایان این حزب و وکیلان دفاع آنها بازبینی نشود به کدام یک نرمیش در مناسبت حکومت با مخالفان من باور ندارم. عبدالله البته این گفته شوری قابل فهم است، اما دسته بازگشتن مخالفین سابق علامت چیست؟ عین همین سوال را من از همصحبتانم از حساب مقام‌های دولتی پرسیدم. شالا پروفسور سیفالله سفرов معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید سیاست حکومت در برابر مخالفین فراری عوض نشده است، اما تاجیکستان دروازه خود را برای اعضایان سابق این حزب ممنوع که به جنایت دست نداشتند نبسته است. سفرов میگوید آنهایی که از تاجیکستان رفتند کسی پیش نکرده بود، اما حکومت هم باید آنها را یک بار تفتیش میکرد کدام از آنها در جنایت دست داشتند و کیها بیگناه هستند. سفرов گفت برای همه آنهایی که غلط بودن راه انتخاب کردهشان را درک کرده داوطلبانه به وطن برگشتند راه باز است. سپاس عبدالله برای صحبت.